در این روز مادری که کودک دارد کودک خود را فراموش می کند. برای چی؟ برای اینکه سور کشیده می شود. از سبب صدا دادن سور آدمان مانند می نوشیده رفتار می کنند، لیکن در حقیقت آنها می نوشیده نیستند. در حدیث ابو هریره گفته شده است، او میگوید شیطان و اسکران او به گریختگان و پنهان شدن آغاز می کنند. آنها می گریزند و پنهان می شوند. در قرآن گفته شده است در این روز جای گریز نیست. آدمان به بالا نظر می کنند. چی را می بینند؟ آنها می بینند که آسمان همچون روغن غشدار سیاه رنگ می شود. همه جایها قسم به قسم ویران می شود. زمین در زیر پای آنها قسم به قسم ویران می شود. اقیانوس ها در این روز می سوزند و در جایهایشان می ترکند. الله اکبر. در نظرت مانی اکبر این حالت را. اقیانوس ها در این روز می سوزند و در جایهایشان می ترکند. ستاره ها روشنی خود را گم کرده به زمین می افتند. همه جا را تاریکی می گیرد. و اگر همه جا را تاریکی گیرد و یگان جای دیگر باقی نماند، هر یک جان هر این دنیا بود به آخر می رسد. در حدیث ابو هریره گفته شده است، فرشته موت به الله می گوید، یا الله، همه آنانی که در آسمان و در دنیا هستند مردند. غیر از آنانی که به فرمان تو زنده اند. الله می گوید کی زنده است؟ و فرشته جواب می دهد، یا الله، جبرائیل زنده، میکائیل زنده، اسرافیل زنده و دیگر فرشتگان که تحت را برداشته ایستاده اند زنده اند. الله بزرگ میگوید جبرائیل باید میرد، میکائیل باید میرد، اسرافیل باید میرد و دیگر فرشتگان که تحت را برداشته ایستاده اند بمیرد. و الله میگوید کی تا حال زنده است؟ یا الله، هیچ کسی زنده نمانده است. میگوید فرشته. الله از فرشته موت میپرسد کی تا حال زنده است؟ و فرشته میگوید یا الله، من تا حال در اینجا، تو در اینجا و هیچ کسی دیگر نیست. پس الله میگوید من تو را به یک سبب آفریدم، تو وظیفه ات را اجرا کردی. اکنون تو هم میمیری و آن هم میمیرد. و الله بزرگ همه آسمان ها را به یک دست میگیرد، در دست دیگر دنیا را میگیرد. و الله به آواز بلند میگوید من الله بزرگ، من الله بزرگ. کی است امروز راهبری با عدالت؟ کی است امروز پر قوت؟ کی است امروز شاهزاده؟ من شاه همه شاه ها. کجا شدن آن دیکتاتورها؟ کجا شدن آن ظالم ها؟ هیچ کس جواب نمیدهد به او. و الله میگوید قوه برای الله، توانگی برای الله، یکه و یگانه و توانا.